سلام، من حسام تیرچم هستم و این ویدیو چنل یوتیوبمه. سلام رفقا، حسام تیرچم هستم و این دومین ویدیو یوتیوبمه. یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. رفقا چطورید؟ سلام رفقا چطورید؟ سلام رفقا. اومدید به یه ویدیو جدید، بازم با سلاطین پارک، سلاطین اینستاگرامی، سلاطین سخن. سلام، من اومدم. بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. دل شده یک کاسه خون. دقت کردی؟ چقدر عوض شدن؟ دقت کردی؟ آره خدا خواب خودشون بودن. بعد اومدن بیرون. الان اومدن جای دیگه. اسم کسی که کراش زدی روش ولی نتونستی بهش بگی، نتونستم بهش بگم و اینکه اگرم میگفتم فایده نداشت، به هیچ جاش نمیگیرم. او مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود یا ناهمواری داشت راش روی سنگ قبرم بنویسیم آمد ریب را. یه دونه پسر بود رفت برای عشقش زوم بده، رفت خون داد. الان هم که دارم ویدیو ضبط میکنم چنلم نزدیک به 850 تا سابسکرایبر داره. امروز 21 بهمن 1400 و من کمتر از 10 روز دیگه باید برم خدمت اجباری سربازی. آقا چند وقتی است که نیستم و از داستانا و حواشی های اینستاگرامی خبری ندارم. 110 متر اینجوری آقا کانتنت میسازم واسهتون. 110 متر فکر کنم اومدیم داخل. امروز قرار بیام توی خونه جن زده، یه خونه که خیلی سالی که توش خالیه، کسی هنوز توش نرفته، همونجوری متروکه مونده چند ساله. میخوایم وایسیم یه خورده هوا که تاریک شد، من و ایمان سلام همیشگی منتظریم یه خورده هوا تاریک بشه که یه خورده داستان خوفناک باشه. بچه‌ها اینجا واقعا ترسناکه. سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ من حسام تیرچم هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ سلام رفقا چطوره؟ Ashley, look at me. پسر بود و کامران و هومن پسر بودن هر دو. مگه جنسیتش فرق میکرد؟ این خدا واقعا خستم، یعنی من بعد از 4 سال فعالیت توی یوتیوب خستم. سلام رفقای من، حالتون چطوره؟ بچه ها دلم براتون تنگ شده بود. چطورید؟ چیکار میکنید؟ کجایید؟ اصلا هست کسی توی این چنل هنوز؟ توی مدتی که نبودم خیلی دلم براتون تنگ شده بود. خیلی میومدم چنل رو میدیدم، باز میدم یه سری کامنت میذارن، یه سری پیگیر من هستن، حسام کجایی، چرا ویدیو نمیذاری؟ انقدری که امروز انرژی دارم دوست داشتم ویدیو رو بگیرم، منتظر بودم که امروز برسه من این ویدیو رو بگیرم. بچه داشتیم همونطور که میبینید بک‌گراند رو عوض کردیم، یه بک‌گراند نیمه حرفه‌ای، نمیگم حرفه‌ای طور، نیمه حرفه‌ای ولی حرفه‌ای میگیم بهش، چون بابتش خیلی زحمت کشیدن بچه‌ها، خیلی زحمت کشیدیم، دمشون گرم. حتما تو ویدیو میارمشون، تشکر میکنم از همین تریبون، ازشون تشکر میکنم که مرسی که هستین رفقای من، از امین و حسان و امیر حسین و دیگه سید و دیگه نمیدونم خیلی زیاد بودن بچه‌ها. من از همین تریبون ازشون تشکر میکنم که پا به پای من تو این اتاق موندن و ساختن. حتما بهتون قول میدم که باهاشون ویدیو داشته باشیم، ویدیوهای چالشی، ویدیوهای خفن بال. از این به بعد سبک چنل یه خورده حرفه‌ای‌تر میشه، چون داریم کار میکنیم روش، موضوع ویدیو عوض میشه، موضوع ویدیو خیلی حرفه‌ای‌تر میشه. نمیخوام یه تیکر اسپویلش کنم ولی قول میدم که اگر چنل خوب پیش بره یه سری سورپرایزر خیلی خفنی واسهتون دارم. باهاتون ویدیو میخوام کلی بگیریم، باهاتون کلی میخوام چالش برگزار کنیم. خب دیگه اصلا واو خفن میشه دیگه. اینکه از کجا بگم، از اینکه تو این چند ماه نبودم احساس میکنم خیلی کم کار شدم و دوست دارم از این به بعد پرکارتر و قویتر از قبل بیام. فصل جدید چنل من شروع شده، آماده ی ویدیو باشید، میتره کنیم بچه با هم دیگه. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، انقدر خوشحالم باورتون نمیشه. نمیدونم تو ویدیو میفهمید یا نه،
ولی بعد از سالها به اون چیزی که میخوام رسیدم، ولی تموم نشده. ما خواستمون زیادتر از اینه، به خاطرش تلاش میکنیم، شما هم واسه هدفاتون تلاش کنید. و این نکته هم آخرش بهتون بگم که بچه‌ها احتمال داره ویدیوهای بعدی روزهای بعد آپلود بشه، بهتون قول نمیدم چه روزای آپلود بشه، ولی چنل داره فعال میشه. پای چنل وایسید، کامنت و اینا رو دیگه خودتون میدونید دیگه، عاشقتونم، لطف دارین به من. بچه‌ها اینم بهتون بگم خودتون رو باور داشته باشید، رویاتون رو باور داشته باشید، تا اگر تونستی بهش فکر کنی حتما اتفاق میفته اون چیزی که بهش فکر کردی رو. پس براش تلاش کن، شک نکن که اتفاق میفته. دیگه چی بگم، چی دوست دارم بگم که اینجا بچه بک قوی عالی. در آینده بچه ها یه روم تور میگیرم، میخوام کلن اتاق بهتون نشون بدم که بچه ها زحمت کشیدن، یه تیم زحمت کشیده، کار پاش مونده دیگه، یه تیم بالاخره دیگه تیمه. آخ بچه خسته شدم دیگه، نمیدونم چی بگم اصلا، کلا حرفی واسه گفتن ندارم. خلاصه اینطوری هست دیگه، همین. ببینم چند نفر زیر کامنت ها هستن، ببینم قدیمی ها کیا هستن، انرژی ها رو برسونید. دوستتون دارم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. خداحافظ.